چشم سیاه داری قربان چو من، خانه کجا داری میمان چو من. اگر یار مرا دیدی به خلوت، چشم سیاه داری قربان چو من. هستی؟ کی نه؟ آبی عباسی یالله. بنام چکالا جمجوره شتن جمجوره چی عجب چی عجب سپنگ بلا بند. خوبی بخیر سلامتی؟ شکر زنده باشی. همین سرکی سلام میکنه که من بخیر بخورم سردرد هم از تو بابت بخواله جو. سالا 12 آنان شما بخیری چلیم نکشیم نه یک پنج دقیقه کچوب کنه که من بفهمم زندگی خوب. این لگال وقت خوندنه که تو خوندن میکنی. کجا بدی خاله؟ خونه بدون خاله. بیا آمدم برد شما. برد من؟ چه؟ یادم رفت خالی خطبور به خونه. اندی رمزون هم هسته، پیار هم هسته، مدر هم هسته. همین رمزون هم جدی گرفته که ما باید میخوزم میرم اونجا رسی خورم میکنم زندگی هم اونجا میکنم. پیار هم دیگه هم شروع کرده به گریه یکسره گریه. به تهران. مدر هم تا برد اینا. هرچی به رمزون میگو رمزون هم پاک و یکاش کرده که ما میرم میرم. سکو خاله شما کام اینجا بری. گوش که روز اول من مدر تو نگفتم. مدر تو که گپ خود خود کنه، پیار تو که گپ خود خود کنه. یعنی میام خیلی نمیتونه بگو. و خیلی باشه حالی اگه اشتباهی بکردیم خیلی. حالی ما برم چی بگم بری با اونجا کار گپ بزن خیلی باشه. من میگم شما هم بگم مدر من میگه کام بعد اون وضو ریزیشه که نه. حالی من اونجا با خونه بودم پیام ازی بر گریه میکرد مدر ازی بر گپ میزد و گریه میکرد. گفت پس من چیکار کنم؟ من روز اول به شما بگفتم خیشی نکنیم صبر کنیم و گپ ما نکنیم. برات خیشی کردیم. خیشی ناجا و خیره نمینه. چرا برای بچه خودم زادار نمیکنم میستم که تو یک آدم خوبی بشناسم مرتکب بعد از اون چیزا نمیکنم. حالا ما که خیشی کردیم میگه بفتادی ها گار شدی نه. چی؟ میگه بفتادی ها گار شدی نه. حالا چیکار راه چیه؟ چی افتاده؟ تعالی. تو نمیفهمی نه چون حالا گفتم بیایم بعد میگم که پاش ما رمضان کاشتی خیشی ما مثبت ما به تهران بیدی به تهران برفتی تیپ زدی چه دور زمان میتونه خاله. ما به چی دور زمانه فقط برف زنم. تو مثل که از زمان کچکولایی یعنی اگر تو زن و تهران میریشتی میرفتی پیش مدت پیار مدر خواه میرفتی آره صحیحه. حالا خاله جا میریم ها میرم خاله تو بریم چرخه بریم بعد که میرم از اون ریزیشه خب تو برای ما بدون بار ترکت میکنیم بیاییم خدا هم تخونی چیگردی چیکار کنیم چره؟ نفتیم گیله میگی من بیام نه گیله جی تو اینجا یک مازی گپ شیو میخند یا گپ دیگه میزنی بیا من بیام شاید گپ ما کسی مرس میلی کنه اگه نه یک بیتر باشه برای خودت تو بچه خودت بچه خانه خوب رو که من بدون باش مونگی شاید نیکن چیکار باید یک گپ بزنی یعنی به اینجا باشه دیگه باز من دستی بعضا باشه چشمست نانه بیا هم تو خدا میره تمام بابا منه خوب بخی بیا رفت آخر بعد خوب بخی من نشیشت یارا گیره فقط دیگه من نمیشتم یالدی بیا بابا منه بیا رفت عروضی که من تو یاد بدم بیا همین تو بیا همین تا دوران همین دورنگی بیا نه همین لباسا رو بپوشیم بشوریم اگر یاری منو دیدی به توی چشمه داری خانه کجا داری میمان چه جور باشم چه خاله ما تیار هستی خیر خیریت به تابی خیریت تیاره دیگه تیاره که جی بالاخره با تیاره خیریت بخیر سلامتین بفرمایید بشینید تیاره هستی خیره شکر الحمدلله چی گپاه چی اشته شد که به تلفن ما دیگه بیت بیا اومدم گفتم خبر شما بگیرم خیر بینی چی گپاه خاله مرا خوب می آوردین دیگه خاله تو جلویتر ما کجی رد بازار آمد بیا اومدم سرا خوبه دیگه دیگه بخیر خوشی معمولی چند روز هستن دیگه میرم بخیر به ایران میرم با یاد میکنیم هم دیگه میرن دیگه مگر برم چیکار کنم رمضان برم عروسی خود بکنم اینجا یک سرنوشت به خوب راور کنم رمضان سگو که چی میگم به تو چنین میخندی که جی جان ها خوشحالی که من میرم خوشحالا سگو
4 کلمه به تو میگم اگه برف کردی نکردی هیچ دیگه بگی ما رو چی میگه؟ من به تو میگم به هر کوچی 50 تا زن در آدم اثر میشه اما پیر و مادر اثر نمیشه چه سرپوست و پیچنده که جی؟ همین که کمک مریضو خب سکو به هر کوچی 50 تا زن اثر میشه اما پیر مادر اثر نمیشه خیلی بینیم بفهمیدی؟ این پیر تو مشت پیرمردیه عمر خود حساب کن تو زحمت کشید حال تو میخزه میره به حیران میری که یاریزی خود زندگی خود یاد یعنی این پیر مشت پیرمرد خشتی میدی مامان رو سه کنیم یک مطال میگم بفتید یا گار شدی نه من میفهمم که کناتی حالا میکنم من به دل خوش خو میرم خسور و خوشوم برفتم به ایران زن مرم وردشتم ببردم انان اونجا مثلا جا خوبیه میگم حداقل میگم سوده هستیم خب نه که میگه اون مطالبش نمیگه صدا دولت دور خوشه با مطالعه بشینم او امو ایران به مو ایرانیا خوبه به ما و شما خوب نه خوب بالاخره کار نداریم به هر صورت برفتم اونجا گال زندگی نو مثلا حتی از این باغ و باغچه و کشت و زراعت و اینا برفتم اونجا به سودگی هر دم زنگ میزنم مثلا به ما در یخچالا خوروا میکنم مثلا زنگ میزنم شلنگ مثلا سکو که شلنگ باز مچون کچ کرده به تا خونه ما چون برق 24 ساعته چه کارو کنم دختر نامپا خور به یک کش کرده که اگر رمضان به عروسی خور میکنه بیای به منجگاه مرا عروسی کنه منجگاه پیش بیان مادر خوباشون تمام همین مردم از دیگه کشورها میای به ایران کار میکنه او هم بیای رد از این باغ و باغداری و زمینداری دلته بیای به ایران منجگاه به خود کار کنه خب کو پس اگه تو میکنی پس پیر مادر خورم بورده نمیره پیرمه گفتم همین زمینار بده به گیرای بده همین مال بده به دست یک کدوم به دست دومات بده به دست یک دیگه بده یک دیگه بده همینا جمع کنه میره من اونجا همین پول گیراوی به سرا به شما سرای به اونجا گیراوی میکنم شما اونجا خوب بخوابیم یک مشت پیرمرد و پیرزن خلاص بخوابیم ما کار میکنم خرج شما رو هم میدم فرض مثال خود خورم میشم عروسی خورم اینجا هر چی میگم پیرم میگن نه من از اینجا به ساعت میری به ایران برم و چیکار کنم کار خوبی نمیکنی رمضان والا من امیر به تو میگم که کار خوبی نمیکنی من پیر مادر پیش آزرده میشه و خدا خیر خورم نمیبینی من خوب به دست خود خونیم و به دست می خسور خو افتادم ما خیر ما اول به تو چی گفتم به هر چی گفتم 50 تا زن مسر میشه یاله دم تو وقتی که میتونی یاله دی کی میشه من مغز پیشکش دادم پیشکش 50000 دیگه بود بیا واسه بگم عرضی خوب بکنم آدم نمیای میگه نمیام میای بیا همینجی نمیای هیچ تام بگو میای بیا نمیای باشم تو دختر تو سر سفید خوشلوچام به مو ایرانه اونا به گوش خوار خوب خوندن که اگه زنمزون میای همینجی بیای نمیای هیچ بابا میگه شف نشفته راست بشی کج بگو رمضان گوشای پره فایده نداره هرچی که نگی الان تو برو بچه خالانی گپار به مادر من بگو به گوشای پره ما بچه خود نیم که با دو نفر گفتی مثل تو را مال 10 تا سر دریا توش نمیباریم و پس میاری فایده نداره بابا هرچی به دیونه بگی جمعه که میگه یه حال کم یه حواسی رو نکرده من دیونه هم خود دیونه نی گپ خود خودی همه گپا که میره هرچی که میگه تو گپ حرف شو خاله خو نکنی پا تو همه گپ نشنیده که میگه بفتد یا گاز شدی نه من خودی همه تا خسور جنجالی افتادم چرا شما تعدیل من نمیفهمه خسور تو که طرف تبلت کرفته سیکو نرو من 4 لک پیشکش رو زن خوری یلدم سیکو تو بابا کجا به پیشکش همه رنه 5000 پیدنی با کسی بگو که نفهمه 5000 هم بدادم پره کردم سیکو که چی میتونه زن خود می نمی حالا آدم اگه زن خود نباسه بچه بچه میستونه برای خسرو کو زنگ و خسرو جان میای به افغانستان بیا نمیای همینجا دختر تو باشه من گفتم میگم به ایران میای بیا نمیای زن هم نداری تمام باشه که سر صفحه کنی اما آیه پیر مادر میفهمی به می کار بفتادم میگه بفتاد یا اوگاش شدی نه ولی که من بفتادم خب من یالا نمی کار نه خب من تو به کار یالا میدم مدا آیه پیر مادر بعد یعنی تو بگم آی پیر مادر خدای چه خیر خدا نمیبینه بگو تو گپ خسرو خود گوش میکشی اما گپ پیر مادر گوش میکشی کمر نمیبندی رمضان برو تو کمر نمیبندی برو بچه خدا گپ مفلسی برو بابایی پر کردم بگو خالی تمام به سراش منو گفته خورده مگو بیای بس میام مال بیا از این چاش میشه میایم خاله من میگه پر میگه به پیش مادر 10 کلمه دیگه من خاله میگه مادر با تو گفتم اول با تو گفتم
بابا بری این تبری مگه بیای بابا میریم به سلام میریم میتونی چهار کنیم خیلی دیگرم کبابه در گرفتم چه کاره کاکا خسرو برات گپ نگرد تاسی قایدلی میفتگیم بیا میبا مال نی زمین میبینو نی رار میبینو هیچ اتیسا خو کر شدم کاکا خسرو چی گپت قال مقال میکنی بابا جان 30 سال 35 سال بچه جمع کردم بچه کلون کردم سوچ کردم سلام کردم که من امروز به آسودگی از این بچه ببینم من این نمزاد دار کردم خسوری از اینجا و خست برا بیرم انا را پا خوب یاد کش که در پیشکش اینا رو بودادین خلاص شد بچه تو بیایی که من جگه عروسی بدم آیا بچه که پیاری و مادری به بالاتر و عروسی ای؟ کاکا خسرو شما همین تقال مقال میکنیم هنوز از پیشکش همین بچه شما 50,000 دیگه بمونده شما همین پول ندادیم سعی کنیم میگه مرغ که خاک پاله به سر خود خود پاله میده کاکا جو شما هر کاری کردیم خود شما با حق بچه خود کردیم من نکردم زن من نکرد یا که دیگه نکرد میگه مطال از قدیم داره میگه بفتر یا اوگار شدی نه سرمی نازمی چشم کور میکنه نور الله بفهمیدی هم تو خسرونی که به دختر من طور میشناختم همه را گریشی طور میشناختم دختر خور دادم به تو همی بابار مرد درک نزدم که اشتاستم حالا کم بچه من میره پولا 50,000 بمونده 50,000 چیه؟ یک دو ساله بفروشم 50,000 میشه یاره بچه شما ما حرکت کنه برای پیش خسرو حالا هم شب میگم روز هم میگم مادری گریه میکنم من گریه میکنم که بابا نرو که دو چشمم وایه به طرف تو ما چکار کنم این زمینا چکار کنم گومالا چکار کنم کشتکار چکار کنم کاکا خسرو من امیر به شما میگم خیشی ناجا عاقبت